سلام علیکم، اسم من مانی بوسته و خوش اومدید به اولین ویدیوی کانال من، ویدیو لاین. خب ما تو نمیخوای سلام کنی؟ سلام به تو و بینندگان. الان صداش نازک شده، دکمه رکوردو که زدم مهم نیست. استری فرای تخم مرغ با سس سویا. تایمرم الان 10 دقیقه پایین ویدیوه. تو آشپزخونه ای آب چایی هم واسه بابات بذار. آب چایی میخوای بذاری یا چایی؟ آب کمتر. منظورم اینه که یه کار آسون رو داری انجام میدی. هیچ وقت با والدینتون ویدیو نگیرین، حداقل اولیش. این دستگیره کو؟ آن دستگیره کو؟ همونجا. هم بزنم بعد فلفلا رو. من نگفتم آشپز حرفه‌ای اما بس تخم‌مرغ شروع کردی دیگه، کاریش نمیتونی بکنی. میشه رکوردو قطع کنم؟ غذا رو تو بپزی بعد من بیام عوض کنم؟ دیگه پخته دیگه، تخم مرغه. نمیشه؟ نه دیگه یه تخم مرغ پخت تموم شد، کار دیگه نمیخوای بکنی. غذای بعدی پنیر. غذای بعدی نون پنیر شیرینه. این ساخته خودمه و حتما بعد مامان اینو بخوره. حتما بعد این طعم این رو بچشه. میدیم به بابا. دست پخته بچهش رو یعنی نمیخوره؟ میدیم به باباش بخوره. بابا بخوره؟ اون بیرون خبر نداره. این چی شد؟ این چی شد؟ این چی شد؟ خب ماما بیا تقدیم با عشق. بذار تو بشقاب. خیلی خوب شد. شامونه برای بابا. خیلی میگه خودت درست کردی؟ چرا اینقدر ترسناکی؟ نه عالی شد، فوق‌العاده. فکر کنم 10 دقیقه شد. See you.